شما عذر می‌خواهم. آفتاب اگر مشعله افروزد چی؟ مهتاب به من دیده اگر دوزد چی؟ من مهر و محبت شما را خواهم، دادا دلتان به من نمی‌سوزد چی؟ پاپوش یگانه‌ام دری دست دادا، خوش از سر سختی من پری دست دادا، پایهای کفیدم چنان خونشارم، این حالی مرا سگ ندید است دادا شما کجای دادا؟ حسرت به دلم چرا نآید دادا؟ همسایه برای دخترش کورته خرید، از بحر خدا چی کم نماید دادا؟ در پیش زمستان خنک است دادا، پیراهن خواهرم تنک است دادا. دادرچه ام این سال به مکتب نرود، محتاج به کستم و بروک است دادا. دادا شما مرا میشنوید؟ درد دل بیماری مرا میشنوید؟ من گله بسیار ندارم دادا، این گله افگاری مرا میشنوید؟ دادا دینه دو تا شکلات آوردم، پولدار شدم رفته سلات آوردم. از بس که برای خواهرم کورته نبود، از خانه یک زنک خلط آوردم. از شادی خواهرم چنان شاد شدم، یک لحظه ز بند گریه آزاد شدم. این ژنده خلط که به گریبان بوده است، از ناله خواهرم با فریاد شدم. دادا سری من و پای شما، یک بار بیایید خالی از جای شما. یک شهرکی خورد و ما جدای امزی هم، دادا وای من و وای شما. دادا زنی جوان بگرفته، زن قحطی زد است که علمان بگرفته. از نام خوشی شما چی مانده است دیگر، این لحظه که نام زن کلام بگرفته. دادا زیراحتان برگردید، از پیش زنی خودخواهتان برگردید. تا عمر بود انتظارم دادا، بر منزل و بر درگاهتان برگردید. از ملک غریبی دست شوید دادا، گلهای امید خود ببوید دادا. دی شبزن همسایه مرا گفت صغیر، معنای صغیره چیست گوید دادا؟ از زنده شما زنده جدای دادا، از اسب غرور خود فرای دادا. دو دختر و دو پسر دعا مانین است، از خانه آن زنک برای دادا علم کشیدم دادا، از عشق زیاد نم کشیدم دادا. نادیده جوانی پیر شدم میفهمید، از زنده جدایی غم کشیدم دادا. سلامت باشید برادر عزیز. وقتی که زندگی آدم با یک روزای پستی می آورده است، همه یار رفیق خاطرش می برآورده است. من امروز 20 سالها سبحانی صحیح بودم، گلی سری معرکه بودم، لیکن امروز چه خدمتی که برای وطن ما کردم، از روزی که جنگ های برادرکشی بود و در رسپولیک در جمهوری و لاتینجی بود، من از همین جمهوری هیچ جا نبرآمدم، کارم نپرداختم. در وزارت فرهنگ کار کردم تا 2008 بعد از 2008 من احوال به گرفتار شدم. برای اون آدمایی که این شعر من خوندم، خونه درشون پرستن اصلا زنها دیگه گرفتم و پروندهشون پرستن، نلد با اون آدما که فرزندشون سگره شد، دختراشون از راه برآمدن، راههای نادرست برفتن. برای چی؟ برای یک دهن برای زندگی پیش بردم. برای من مراجعه میکنم به شما، هر کسی که در مهاجرت رفتگی هستی حاجتون دست گیرید. چند سال که نامده هر کسی سگارتون رو باید کنید. من دیگه چی گفتنم نمیدونم، برای که یک آدمی مرده هستم.
اگر پا می داشتم اگر ممکن من امروز بجایی که هر یک مهاجر تاجیک من ایشان خود می رفتم با شما رو برای کنسرت میدادم اون چیزی که در دلم بود من میخوندم میدادم همین شعری که از من برای شما قرائت کردم من آهنگ بستگی هستم لیکن مبلغ ندارم که از خانه برام یا که ثبت یعنی سودا بکنم برای برادرای گرامی کلداری که هستند در طرف در مهاجرت در دیگه جمهوری ها که امروز سرداری تاجیک‌ها هستند تاجیک‌ها نگاه کنه الهی کم که سربلند باشه خانه‌تان آباد باشه با پیش فرزندتان سری بلند که برگرده خانه در خانه نپرته من از 2002 سال از عالم جدا شدگی هستم بعد تا امروز عالم ندارم 4 پسر ما خونم کلام 4 پسرم آزانم ختم هستم من کلام کردم خدا یکان انسان شکل که من هستم از یکان درد نکرد یکان موی سرش واسه ندید اگر که آدم در یکان کسلی گرفتار میشنه میشنه این همه اون دو دستگاهی که جوره داری رفیق داری همش گپ بوده برای سلامت باشیدتون من کم تنک علم دل کردم به شما برای همین در کجایی که باشیدتون خاریت نمیشید سلامت باشیدتون مردمی مهاجر سراپا آهی سوزانم خدایا پریشانم خدایا در این مهنت سراب و غصه و غم با درگاهی تو نالانم خدایا در این مهنت سراب و غصه و غم با درگاهی تو نالانم خدایا صافه به مردم سی مردم من گریزانم خدایا شدم نادارمان هم زیر تنم چی سازم من که انسانم خدایا شدم نادار و ماندم زیر تنم چی سازم من که انسانم خدایا حقیقت جستم و از پای فتادم تو را من زیر فرمانم خدایا تو هستی صاحبی حق را بیمای غلامت من تو سلطانم خدایا
تو هستی صاحبی حق را بین ما غلامت من تو سلطانم خدایا سراپای سوزانم خدایا پریشانم خدایا در این مهنت سراب و سبوغم به درگاهی تو نالانم خدایا در این مهنت سراب و سبوغم با درگاهی تو نالانم خدایا در این مهنت سراب و غصه و غم با درگاهی تو نالانم خدایا